کودکی که آماده تولد بود پیش خدا رفت و از او پرسید: میگن فردا شما مرا به زمین میفرستی، اما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی چطوری میتونم برای زندگی به آنجا بروم؟ خدا پاسخ داد: از میان بسیاری از فرشتگان من یکی را برای تو در نظر گرفتم، او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد کرد. کودک گفت: اینجا در بهشت من هیچ کاری جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من کافیه. خدا لبخند زد و گفت: فرشته تو برایت آواز میخواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد. تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود. کودک با ناراحتی گفت: وقتی میخواهم با شما صحبت کنم چه کار کنم؟ خدا گفت: فرشته‌ات به تو یاد میدهد که چگونه دعا کنی. کودک باز پرسید: شنیدم که در زمین انسان‌های بدی هم زندگی میکنند، چه کسی از من محافظت میکند؟ خدا گفت: فرشته‌ات از تو محافظت خواهد کرد، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. کودک یک سال دیگه از خداوند پرسید: لطفاً نام فرشته‌ام را بگو. خدا با لبخند پاسخ داد: نام فرشته تو مادر است. برای سلامتی فرشته زندگیت بنویس: خدایا سپاس.